با اراده سیاسی سیاست عاقلانه دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف رابطه‌های دوستی همکاری و دیپلماتیک گسترش یافته قوی می‌گردند. با ابتکار سنان دولت‌ها از آغاز سال 2018 افتتاح گذرگاه‌های سرحدی بین دو دولت دوست و همسایه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان رابطه‌های نوی دوستی و همکاری را به سطح صفت‌نو برداشته رشته‌های دوستی و رفاقت تاریخی و ازلی دو خلق دو ملت به هم دوست و برادر و دو دولت همسایه قوی می‌گردند و به مرحله نو وارد می‌شوند. در اساس سازشنامه‌های بین دولتی رابطه‌ها در همه سمت و ساحه‌های اقتصادی، تجارت و سودا، سرمایه‌گذاری، علم و معارف، فرهنگ، گومانیتری تحکیم می‌یابند. در ساحه‌های معارف، علم، فرهنگ و اجتماعی بنیاد مؤسسه‌ها با سهم حکومت‌ها، وزارات و اداره‌های هر دو جمهوری در دایره سازشنامه و همکاری‌های بین دولتی مثال روشنی تطبیق این سیاست عاقلانه و گومانیتری و تحکیم دوستی و همکاری‌ها محسوب می‌یابند. در دایره همکاری‌های دوجانبه و دوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در دهه اندرسای ناحیه سپیتامین ولایت سوخت بنای مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 ناحیه سپیتامین بنیاد گردید. امروز در دایره گسترش همکاری‌ها در ساحه‌های معارف و علم و با مقصد اشتراک در مراسم رسمی افتتاح بنای نوی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 ناحیه سپیتامین ولایت سوخت هیئت رسمی حکومت جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. هیئت حکومت جمهوری ازبکستان را در گذرگاه سرحدی فاتح آباد میان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان و ولایت تاشکند جمهوری ازبکستان نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه استقبال گرفتند. امروز در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت هیئت‌های رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان با اشتراک نمایندگان اهل علم و معارف هر دو کشور و ساکنان و مهمانان بنای نوی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 ناحیه سپیتامین را رسما در وضعیت تنتنوی افتتاح بخشیدند. راهبران هیئت‌ها وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محمد یوسف امامزاده، وزیر معارف جمهوری ازبکستان شیرزاد شرمتوف، رئیس ریاست جمعیت سهامی ازبکستان تیمیر یولری حسینی قاسموف با بنای و انشاءات مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 ناحیه سپیتامین صنفخانه‌ها، کابینت‌های فنی، استاخانه‌های تعلیمی، کابینت‌های آموزش زبان‌ها، آشخانه، مجلسگاه، ورزشگاه، تالار ورزشی و از دیگر انشاءات و دفترهای کاری دیدن کرده با آموزگاران و خوانندگان مکتب از نزدیک صحبت نمودند. با شرایط‌های کار و تحصیل در مؤسسه، لایحه و صفت کارهای ساختمانی شناس شدند. خوانندگان ضمن ملاقات با نمایندگان حکومت‌های هر دو کشور برای چنین توجه و غمخواری به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف اظهار سپاس و قناعتمندی به پایان نمودند. واقعاً سیاست خردمندانه، دوربینانه و سیاست عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف است که رابطه دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک باز هم گسترش یافته ایستاده است. رابطه دوستی ما تاریخ خیلی ریشه‌های خیلی کهن دارد. این را ما می‌توانیم در سیمای عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی، میرزا ترسونزاده و غفور غلام ببینیم که برای نسل نورس، برای نسل جوان یک زمینه مساعد برای باز هم گسترش یافتن دوستی خلق‌ها می‌گردد. ما خیلی خرسند هستیم که دوستی و رفاقت دو کشور را در چنین مؤسسه های زیبا که با رابطه های همکاری ساخته شده ایستادند دیده و دانسته ایستادیم. خوانندگان خیلی شاد هستند که در چنین شرایط های زیبا و مفید تحصیل میکنند. ما شکرگزار هستیم برای چنین غمخواری، برای چنین مهربانی ها به پرزیدنت های هر دو دولت، پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف تشکری های خود را، سپاسگزاری خود را اظهار میکنیم. در چاره‌بینی بخشیده به افتتاح رسمی بنای مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 ناحیه سپیتامین وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محمد یوسف امامزاده، وزیر معارف جمهوری ازبکستان شیرزاد شرمتوف،
رئیس ریاست جمعیت سهامی ازبکستان تمیر یولری حسن‌الدین قاسموف ساختمان بینای نوی لایحه‌ای و زمانوی مکتب را ثمره همکاری‌های دوجانبه و دوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان ارزیابی نمودند و در چنین شرایط ارزنده با فعالیت هیئت آموزگاران و کارمندان و تحصیل خوانندگان مؤسسه برآورد خواستند. اظهار امید و باوری کرده شد که خوانندگان مکتب تحصیل اعلای و نمونوی داشته در آینده دانشمند و متخصصان نامور شده به کمال میرسند. آموزگار مکتب محفوظه دادابای و از نام جامعه مؤسسه اهل معارف ناحیه و خوانندگان و پدر و مادران برای چنین تحفه ارزنده اظهار سپاسی به اندازه نموده بنیاد بینای مکتب را تمثال و تجسم دوستی پاینده هر دو ملت نامید و اظهار داشت که در چنین شرایط اهل معارف برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانش و مهارت خویش را استفاده میبرند. در مراسم تحفه خاطروی حکومت جمهوری ازبکستان و مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 ناحیه سپیتامین و تحفه‌های خاطروی حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف ازبکستان و شرکت ساختمانی جمهوری ازبکستان در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شدند. در سیاست خارجی حکومت جمهوری ازبکستان مستحکم نمودن رابطه‌های دوستی و همکاری با جمهوری تاجیکستان در مقام اول است. طی چند سال اخیر همکاری‌های ما در ساحه معارف گسترش یافته سمت‌های گوناگون رشد معارف را فرا می‌گیرد. ساختمان این بنای مکتب در دایره همکاری‌های حکومت جمهوری ازبکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان نمونه تحکیم رابطه‌ها در ساحه معارف میباشد. در آینده چنین اقدام‌ها ادامه می‌یابند. رابطه‌های ما در سمت تبادل تجربه، جاری نمودن اصول‌های فعال تعلیم، تامین کتاب‌های درسی و غیره مهمند. اساس sifatida mana bu bugungi tadbir ko'rdi. بنای مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 در دهه اندرسای ناحیه سپیتامین ولایت سوخت در دایره همکاری‌های دوجانبه و دوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان بنیاد گردیده است. در اساس سفارش حکومت جمهوری ازبکستان ساختمان مکتب با سهم جمعیت سهامی ازبکستان تمیر یولری انجام یافته در کارهای لایحه‌کشی و ساختمانی یک قطار شرکت و کارخانه‌های ازبکستان شرکت ورزیدند. شرفی بزرگ است که در اساس سفارش حکومت جمهوری ازبکستان بنای مکتب از جانب جمعیت سهامی ازبکستان تمیر یولری با لایحه جالب، طرح و صفت زمانوی با صفت بلند ساخته شده دارای همه شرایط‌ها میباشد. ساختمانچان در اساس سفارش فرمایشگر کارهای ساختمانی را ماه اکتبر سال 2018 آغاز نموده. کارهای ساختمانی در اساس جدول صورت گرفتند و بنای مکتب در مهلت پیشبینی ساخته و استفاده داده شد. بنای مکتب از 3 آشیانه و تخانه عبارت بوده. برای تحصیل 630 نفر خواننده در یک بست و 1260 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. بنای نوی مکتب دارای 28 صنفخانه، 8 کابینت فنی، زبان‌آموزی، صنعت تصویری، استخوان‌های تعلیمی، دفترهای کاری، دیرکتور و آموزگاران و حجره‌های دیگری کاری است. این مکتبی که بنیاد گردید برای 1240 نفر خوانندگان بوده. امروز ما خرسند هستیم که فعالیت آغاز نمودیم. در این مؤسسه همه شرایط‌های زمانوی فراهم آورده شده است. برای آموزش زبان انگلیسی کابینت‌های لینگوفونی، حجره فنی شیمی مجهز، حجره مجهز فنی بیولوژی، فیزیک، صنعت تصویری، برای تکنولوژیا آموختن هنرهای نیاگان حجره تکنولوژی آماده است با تمام شرایط ها، با ماشین‌های حراتی، با ماشین‌های درزدوزی تامین است. تالار ورزش زمانوی برای خوانندگان آماده است. آشخانه وسیعی که همه شرایط ها را فراهم آورده شده است آماده خوانندگان است. در این مؤسسه فعالیت خوب، خوانش اعلی انتظار است. ما خرسند هستیم که راهی ما نزدیک شد. امروز ما ساکنان دهه از آن افتخار میکنیم که سیمای دهه ما دیگر شد. سیمای به حسن دهه ما حسن بخشید. ما آموزگاران را وادار میسازد که خوانندگان را در روحیه صلح‌خواهی، دوستی، رفاقت تربیت نماییم. بنای مکتب در مساحت 2.1 هکتار جایگیر در حدود آن میدان ورزشی، تالار ورزشی، اینفراساختور ضروری، چاه عمودی، پایگاه آبکشی، حوض‌های آب نوشاکی و آب ذخیره ضد سوختار، ترانسفورماتور برقی، گنراتور دیزلی، مرکز گرمایدهی و سیستم یگانه گرمایدهی میباشد. صنفخانه و کابینت‌های فنی با تجهیزات و لوازمات معیاری و معاصر
мизу курсиҳо, тахтаҳо, лавозимоти махсуси кабинетҳои фаннӣ, таҷҳизоти устохонаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардиданд. бинои лоиҳавӣ ва шароитҳои меъёрӣ имкон медиҳанд ки кори омӯзгорон ва таҳсили хонандагон дар сатҳи баланд ташкил карда шаванд. با اشتراک نمایندگان حکومت‌های دو دولت امروز این مؤسسه تعلیمی که برای 640 نفر خواننده در یک بس بنیاد گردیده بود در مدت کوتاه و امروز با طور متنطن برای طالب علمان در خود را باز کرد و امروز در حقیقت طالب علمان این دهه نوبنیاد و خصوصا پدر و مادران ساکنان این دهه بسیار خوشنودند که فرزندان آنها در این تعلیمگاهی که با تمام شرایط ها کابینت های فنی، تالار و مجلسگاه ها و آشخانه تامین است و خصوصا در اینجا حجره های فنی، فن های شیمی، بیولوژی، فیزیک که در جمهوری تاجیکستان سالهای 2020-2040 همچون رشد آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلان گردیده است در ساحه معارف و این خیلی حجره ها با جهازها مجهز گردانده شده است. намояндагони ҳайати ӯзбекистон ва аҳли ҷомеаи нои спитамини тоҷикистон, омӯзгорон, аҳли зиё ва падару модарон аз чунин иқдому пайгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев изҳори сипоси бепоён намуданд. ин асоси таҳкими робитаҳо, қавӣ гардидани риштаҳои дӯстию бародарии азалию таърихии ду халқ, ду миллати дӯсту бародар мебошад.